به یاری خدا با افتخار از این نوبت در چنین شب‌های ما محضر استاد عزیزم حجت الاسلام و المسلمین سعیدی آریا هستیم. خیلی هم خوشحالیم از این بابت که ایشان قدم به چشم ما میگذارن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. یاد خدا. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیزمون. انشاءالله که توفیق بندگی و اطاعت خداوند رو در همه احوال زندگی داشته باشیم و انشاءالله که نسبت به قرآن و اهل بیت علیهم السلام عاشق و عارف و عامل باشیم. الهی آمین. الهی آمین. به دعای شما انشاءالله. چه خبر؟ غرق نعمتیم. الهی شد. الحمدلله. ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اتمام نعمت و زندگی در زمان موقعیتی که عشق به اهل بیت علیهم السلام رو آدم داره میبینه، توی موقعیتی که مردم دارن اینجوری عشق ورزی میکنن نسبت به امام زمانشون و منتظرن، واقعا باعث افتخاره. انشاءالله ببینیم ظهور حضرت حجت رو به همین چشم ظاهر. انشاءالله. دست چپتون انگشتر ننداختین ولی دست راستتون 2 تا انگشتر دارین، یکیش عقیق یکیش فیروزه است. چرا دست چپ یکیشو مثلا ننداختین اینور؟ به خاطر سایزش؟ نه یا مثلا سمت راست بیشتر سفارش شده؟ نه که بله، سمت راست انگشتر رو سمت راست بیشتر بله و سنت هم ظاهرا همین بوده که دست راست میکردن و حتی گویشش هم داریم توی بحث انگشتر که دست راست باشه، عقیق باشه. خیلی هم یادگاریه برام این هست. یه دوستی گرفتم که شاید 20 خورده سال پیش ولی هنوز دارمش. الهی شو. حالا چشم نزنی از من. نه خیلی قشنگه بهتونم میاد. من اصلا هیچ چشم داشتی به هیچ کدومشون ندارم ولی قشنگه بهتون میاد. نه داشتی هم اثری نداشت اگه چشم داشته. ولی این انگشتری که واسه آدم هدیه میارن خیلی لذت بخشه. بزرگان و اینا هم خیلی از انگشتری که براشون هدیه آوردن استفاده. همینطوره. خیر ببینی دلت شاد باشه. محبت مخلص شما هستیم. خب بریم سراغ اصل داستان. ما محضر استاد هستیم با این عنوان و این موضوع برنامه‌مون هستش زندگی مؤمنانه و منتظرانه. خب استاد سعیدی آریا هم در جریان موضوع بودن و با هماهنگی این عنوان انتخاب شده. من یه چیزایی تو ذهنم میاد با توجه به این عنوان. البته همیشه ریش و قیچی کلا دست شماست تو این برنامه، اما طبعا این برنامه به نظرم شما بهتر میدونید که از کجا شروع بفرمایید صلاح هست و اینها. ولی یه چیزایی هم تو ذهن من اگه صلاح دونستین در خلال هر جایی مناسب بود مثلا راجبش صحبت بکنین خوبه. اینی که زندگی مؤمنانه، اولا یه تعریفی مثلا از ایمان و به چه آدمی ما میگیم مؤمن که حالا ببینیم زیستش چجوری میشه. نکته دوم بحث منتظره، چه آدمی منتظر انتظار یعنی چی، حالا میخوام اینا رو با هم بگیم. نکته سومم این که آیا کسی که زندگیش مؤمنانه باشه ممکنه منتظرانه نباشه؟ یعنی خواه ناخواه آدم فکر میکنه که چون که صد آمده، یعنی کسی واقعا مؤمنانه زندگی بکنه اونجوری که خدا و اهل بیت خواستن، خواه ناخواه تو مسیر انتظار و زمین‌سازی هم قرار خواهد گرفت، یا نه ممکن اینجوری نباشه. اینا چیزایی که تو ذهن من همین از صاحب پیش اومد. هر جور صلاح دونستش. بسم الله. انشاءالله. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. من هو مؤمن. مؤمن کیه؟ یعنی زندگی مؤمنانه که میگیم آیا تعریفی داره؟ درست. می شود ساخته و پرداخته ذهنیت کسی باشه ایمان؟ بله، تا دلتون بخواد. از این چیزا زیاد داشتیم. فکر می کند که مؤمن است. حتی زمانی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو کنار میگذاره فکر میکنه که مؤمنه. حتی موقعی که دشمنی میکنه، حتی موقعی که خیلی چیزا رو علامت ایمان میدونه که نیست. چه کار بکنیم؟ اولا گرفتار این مسئله همین اول قضیه بیایم به قول قدیمی ها سنگامون رو وا بکنیم، بیایم اول قضیه ببینیم آیا تعریفی دارن اهل بیت علیهم السلام از سعادت، از ایمان؟ اگر هر کسی بخواد یه تعریفی داشته باشه که سنگ روی سنگ نمیشه که. شما یه جا درس میدید فنی، یکی از شاگردای شما میاد میگه که استاد من یه دونه متر درست کردم. آفرین، بیا مترت رو ببینیم چجوریه. اینا استاد ببینید یه متر درست کردم خیلی تمیز، عالی، از جنس کش.
یه ذره خنده‌دار نیست کسی متر درست کنه از جنس کش، چون اندازش تغییر خب چی کار میخوای بکنی؟ اینجا 1 متر، تو پایینم بگیری صندلی رو 1 متر، این پایه دوربینم بگیری، اصلا یه همین خنده‌ای که کردید همه یه جواب بود. دقیقاً. احساس نمی‌کنی خنده داره پسرم؟ ما وقتی میخوایم متر رو درست بکنیم از یه چیزی که کمترین انقباض و انبساط روش اثر داره میسازیم، نه از کش متغیره، چیزی که خیلی کشسانه. بخوام به ذهنیت خودم ایمان، تقوا، اینا رو بخوام بسازمش، اولا من با خودمم درگیرم. نسبت به 10 سال پیش خودم الان بیان بگن بنویس، ای کاش این کارو نمی‌کردم، ای کاش این کارو می‌کردم. چقدر با خودم، با دیگری رو که ولش کن که تا دلت بخواد درگیریه، با خودمم به واسطه متغیر زمان و کشسان بودن ذهنم. یه قبل افطار میشه، یه 10 دقیقه قبل افطار، نیم ساعت قبل افطار گرسنه‌ام هستی، بچه‌ت میاد میگه بابا من بازی میکنی، بابا بچه حوصله‌تو ندارم، اصلا این چیزا چیه، بازی چیه، ما برو با همسنت. یه 10 دقیقه یه رو بعد افطار میشه، غذا رو خوردی، بابا بیا یه ذره با هم دیگه بازی کنیم. چقدر ما متغیریم. یه گرسنگی رو ما اینقدر تاثیر میذاره، احکامم برایش صادر میکنیم. خیلی هم زیاده مجموعه عواملی که روی حال ما تاثیر گذاره. خوابت بیاد، گرسنه باشی، نمیدونم اعصاب خوردی، یه ماشین جلوت بپیچه گویشت عوض میشه. حالا فکر کن ما سعادت بشری رو بخوایم رو این بر، اصلا یه چیز خیلی رو هوایی میشه سعادت. لذا یه منبعی داره، یه جایی داره که انقباض و انبساط روش اثر نداره. خدایی است که حکمت داره، پشتوانه داره حرفی که میزنه. ما اصلا به شیعه میگن فرقه عدلیه. از ممیزات شیعه همین مسئله است که ما به عدل خدا اعتقاد داریم پشت سر هر حکمی که خدا میدهد یک مصلحت یا نهی میکند یک مفسده‌ای وجود داره. این جزء اعتقادات ماست. پس پشتوانه دارد این چیزی که داریم میگیم ایمان. بعضی موقع هست من خبر ندارم، قبول داری، دوست دارم با ایمان باشم، نمیگم من میخوام ایمانم من درآوردی باشه، ولی بلد نیستم، باید اطلاعم داشته باشم. مؤمن کیست؟ همین فرمایشی که تو اول عرض که جلسه فرمودید، گفت یه نفر صف اول نماز جماعت نشسته بود، یک حال خوش معنوی هم داشت، حسبی هم دستش گرفته بود، با یه حال تضرعی میگفت یا اغلوش یا اغلوش. اومدن دیدن بلندم میگه، بهش گفتن فلانی نداریم، اصلا خدای همچین اسمی نداره. گفت داره، اتفاقا نمیدونید چه اسم بزرگیه، اتفاقا اومده بعد از نماز بگید. گفتن نیست اینطوری، ما نداریم، اصلا تو لغتنامه همچین اسمی خدا نه، اصلا معنی نداره اینی که تو داری میگی. گفت داره، برید مفاتی رو بیارید. مفاتی دیگه آمول بلوس آوردن و ورق زدن و نگاه کردن، دیدن نوشته بعد از نماز 100 مرتبه فلان ذکر را بگوید یا اقلش 10 مرتبه بگوید. این یا اقلش رو خونده بود یا اغلوش. این بلد نیست. یا اغلوش یا اقلش خونده بود. یه خیلی حس خوبی هم داشته ولی بلد نبودنه. سواد مطالعه نسبت به این مطلب نداشتن. هیچی دیگه داره ذکر میگه، خیلی هم حس خوبی داره تو ذکر گفتنش. قیافش دیدنی داره وقتی فهمید ماجرا چیه. خیلی چیزا بلد بودن میخواد. و انشالله تو بحثمون که انشالله تو جلسات آینده میگیم، ایمان بلد بودن میخواد. تعریف داره. اهل بیت علیهم السلام گفتن درست بخوان. حالا خواندنی که میگم منظور فقط لفظ نیست، درست عمل کن، عمل صالح، عمل درست. امام زین العابدین علیه السلام در دعای 20 صحیفه مبارکه سجادیه 2 خواسته از خدا دارن، پشت سرم زیاده ولی این 2 الان مد نظر من هست، اما اوائل دعا که حضرت میفرماید خدایا وانته به نیتی الی احسن النیات و به عملی الی احسن الاعمال. 2 چیز میخوان، هم نیت هم درست باشه، بهترین نیت، قربتاً الی الله، ریا نباشه، چی نباشه که همه بلدیم، دلم پاک باشه به قول متداولش، و به عملی الی احسن الاعمال، عملم هم درست باشه. گاهی میشود نیت درست باشد اما عمل درست نباشد. خلاف دانشش رو ندارم، بلد نیستم. لذا اهل بیت علیهم السلام اومدن گفتن ایمان و نشانه های ایمان اینه ها، باید اینجوری عمل کنی از حیث گفتارت، مثلا صدق در کلام، تسلیم در مقابل خداوند و عواملی که این 40 خورده عامل هست انشاءالله به اندازه زمانمون میخونیم. یاد بگیرید با ایمان بودن ادا در آوردن نیست. جا مهر روی پیشونیه، تعداد نماز زیاده، تصویرای ما اینجوریه. دقیقا. چرا خطا داره تصویرمون؟
با یه مثال عرض بکنم. بفرمایید. خدا رحمت کنه رفتگانتون رو. ما یه دایی داشتیم خیلی بچه تر از این که بودیم، می آمد میگفت محمد چند تا عیدی گرفتی؟ دایی چقدر عیدی گرفتی؟ مثلا 10 تومانی. گفتم دایی مثلا 3 تا پول گرفتم. 3 تا پول نه 3 تا پول مثلا آره 3 تا پول. گفتم بیا بده من 5 تا پول بهت میدم. آره می آمد 10 تومن، آره 10 تومانی ها رو میگرفت 2 تومانی مثلا میداد. من همیشه فکر کنم سود کردم دیگه، چون عددی روی پولو که نمیتونستم بخونم. میگفتم تعداد بیشتر، ولی قضاوت به تعداد چقدر خنده‌دار و بچگانه است. نوعا نگاه به ایمان نگاه تعدادی حجمیه، نه نگاه ارزش گذاریه. بعد یهو آدم میمونه روایت آقا ضربت علی یوم الخندق، ضربه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در روز خندق اینقدر مثلا ارزش به اندازه عبادت ثقلین ارزش داره. میمونه آدم خوب یعنی چی؟ اینکه یه ضرب است. آقا تو کامل الزیارات میخونم کربلای امام حسین علیه السلام میری به اندازه 70 تا حج مقبوله. حج که خیلی حجمش بیشتره، کربلا خیلی حجمش 5 روز میری برمیگردی، اونجا یه ماه. چه جوری میشه؟ متوجه میشی؟ یه وقت بچگانه قضاوت کردنه. میخوایم انشاءالله یاد بگیریم از لسان اهل بیت قضاوت هامون قضاوت های واقعی باشه انشاءالله. خیلی خوب، دست شما در نکنه، چه مثالای قشنگ و کاربردی. خدا داییتونم رحمت کنه. خدا رحمت کنه. هفتگان آره انشاءالله مأجور باشن، ثواب از این مجلس به روحشون برسه انشاءالله. خب خیلی خوب تا اینجا رفتیم. اگه اجازه بدین ما یه فاصله بگیریم و برگردیم دیگه وارد بحث شما بشیم به طور حرفه‌ایش. بسم الله بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در بخش زندگی مؤمنان حاج آقا توضیحاتشون فرمودن، توضیحات تخصصی ترم از زبان خدا و در واقع قرآن و اهل بیت خواهند فرمود، ولی حالا اون بخش منتظرانه رو هم اگر صلاح دونستید. حتما. خب در زمانی هستیم که دسترسی مستقیم به امام عجل الله تعالی فرجه الشریف نداریم. دوران غیبت. اولا بعد از زمان امام صادق علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام تقریبا این مسئله رو ما داریم که خیلی حضرات ارجاع میدادن. حتی می آمدن خدمت حضرات میفهمدن مگه فلانی در شهرتون نیست؟ من اومدم پیش خود امام زمان. باز حضرت دارن میگن مگه فلانی نیست؟ یعنی مراجعه به او مانند مراجعه به ماست. بعد دستوراتی رو دارن به مردم، فرجعوا الی روات احادیثنا یا حدیثنا هم داره. عرض شود که پس فرجعوا فعل امره، مراجعه برای مردم یک تکلیف است. باید مراجعه کنید به روات احادیث. مگه روات احادیث چه اتفاقی میفته؟ همش مگه از حضرت حجت حدیثای ما؟ نه، یعنی اینکه اینها یک پارچه هستن. اهل بیت علیهم السلام همه نور واحدن. اینجوری نیست ما بگم من اگر به روایت پیغمبر عمل کردم پس به امام حسن چی علیه السلام؟ نه، اینا همه یک نورن. حتی تو مقدمه کتاب شریف وسائل الشیعه میبینید اگر اشتباه هم نقل بشه یک روایتی از یک امام نسبت به امام دیگر رو اشکال نمیکنن به این معنا که مثلا دروغ بستیم ما به امام. نه، اینا همه منبع وحی واحدن، منبع رسیدن به حقیقت هستن، سبب متصل ارض و سما هستن. پس ما مراجعه‌مون به روات احادیث و انشالله این حدیثایی که میخونیم زندگی مؤمنانه و منتظرانه از زبان هر کدوم از امام ها و پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه باشه، انگار که از زبان حضرت حجت شنیدیم و تفاوتی به این معنا نداره. اما تو حال انتظار یه دقت بیشتری نیاز داره. تو حالی است که حالت ریب هست، حالت شک هست، حالتی است که نسخ‌ها و خطوات شیطان خیلی زیاده. تو باب حجت تو اصول کافی داریم که امتحان سختی است، امتحان زمان انتظار. یه وقت زمان با موسی علیه السلام بودن است و کنار نیل بودن تا داد میزنن انا لمدرکون، آیه قرآنه. بله. ما همه دیگه جمع شدیم، دیگه کارمون تمومه، به قول معروف گرفتنمون. اونجا خود حضرت موسی است که میگه ان معی ربی. اونجا داره هدایت میکنه. یه وقت موسی از بین قوم میرود، نمرده است، میرود و اتممناها بالعشر 30 روز است و یه 10 روز 40 روز میشه گوساله پرستی میاد. امتحان انتظار مال غیبت امامه، مرد شناخته میشه، عیار مرد. آره. این که در حضور حضرت رضا روایت داره، حتی اومدن پیش پیغمبر گفتن ما پیش تو هستیم، حال خوش معنوی داریم، چی هستیم از پیش تو که میریم تو بازار خونه اینا اصلا همه حالمون از بین میره.
حالی که به واسطه مجاورت امام است یا حالی که عدم میدونی او هست ولی خودت رو حفظ میکنی. این مسئله انتظار امتحان سختیه مرد بودن. لذا تو روایات ما تشبیه شده به نگه داشتن آتش گداخته در کف دست دینداری تشبیه شده. خیلی مثال عجیبی هم هست، خیلی داغ نگه داشتنش خیلی سخته. شخصی از خانه میره بیرون، صبح دیندار میره، بعد از ظهر بیدین برمیگرده. میخوان نشون بده حملات و خطوات و اون چیزی که از بیرون وحی‌های شیطانی خیلی داره اثر میذاره، داره کارش رو انجام میده. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رضوان خدا برش، میگه شیطان پای منبر نوح و ابراهیم نشسته و اینو بارها ازشون شنیدم. میگه پای منبر نوح و ابراهیم نشسته، خوب کارشو بلده. الان داره با هدایت میجنگه. اصل هدایت تو زمان ناهازا خود وجود نازنین حضرت حجته. تو زمان انتظار ریب، شک، تزلزل، تربص، اینا عبارت‌های قرآنی ایجاد میکنه. اگه دل لرزید قدم محکم نمیشه. دل که یقین که، لذا اینا سبب‌های ایجاد ایمان داره و سبب‌های سلب ایمان داره. میخوایم اینا رو یاد بگیریم که دلمون نلرزه. میخوایم یه چیزایی مگه ربط داره؟ آره، خورد و خوراک ما مگه ربط داره به ایمانمون؟ امام حسین علیه السلام فرمود ربط داره. چرا من امام حسین رو نمیپذیرید؟ ملعت بطونکم من الحرام. یعنی واقعا شکمی که از حرام تکویناً پر شد حرف امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف رو در رو میشنوه ولی روش اثر نمیذاره. آخرین روضه‌ای که از حضرت ابوالفضل علیه السلام نقل میکنه علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، میفرماید فاخذ رمحه والقربه، اون نیزش رو برداشت، مشکش هم برداشت، نحو الفرات، طرف فرات هم رفت، و وعدهم و حذرهم فلم ینفعهم، وعظ کرد، حذرهم تحذیر، چی کار میکنید با پسر پیغمبر؟ همه اینا رو گفت. کی؟ ابو فاضل، کسی که بهترین بیان رو داره. جمله‌ای هم که گفتم چی بود؟ فلم ینفعهم، لم سر فعل مضارع اومده، هیچ به درد نخورد، هیچ نفعی نداشت. آره که اگر شکمی پر شد، خود حضرت عباس هم که جان میدیم براش بیاد روبرو حرف بزنه تأثیر نداره. اون همه وجنات صلب الایمان نافذ البصیره، اون جایگاه ولی میبینه، نفسش هم میخوره. ولی همه اینا رو بذاریم کنار، خود پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه، گل سرسبد عالم، اوج هدایت، هیچ رقیبی هم نداره. ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. آیه 6 سوره مبارکه بقره. یک کفاری هستن کیفیت انذار فاعلش خود پیغمبره. انذرتهم ام لم تنذرهم، پیغمبر چه انذار بکنی چه نکنی. اینجوری نیست 10% بهتر بشن. آیه رو ببینیم، سواء علیهم یعنی هیچ درصد، یعنی اصلا تغییری نمیکنه. واقعا شما میخواید اشکال بگیرید به پیغمبر؟ چه خوب قدرت تبلیغی نداشته، خوب حرف نزده. بابا حریص هست نسبت به هدایت. این کلمه حریص یک بار اون توی اون چیزی که توی قرآن داریم فقط یک بار اومده، اونم صفت پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه. اینقدر زیاد تلاش میکنه. بیانی هم از بیان او بهتر نداریم، وحی الهی است. اما به اینجا که میرسه یه قلب‌های قفلای بزرگی روش زده میشه، کله حجاره میشه، سنگ میشه. هی آب بریز، بگو چرا تو این سنگ نمیریزه؟ سنگ مشکل داره. میدونید اون حالا در راستای فرمایشات شما، اون دوره اهل بیت که اهل بیت بودن، از نزدیک مردم اونها رو میدیدن و بعد میخواستن مثلا نپذیرن خیلی مسائل رو، ایمان نیارن. حالا بحثمون هم هست. یه چیز اینی که ما الان خیلی فاصله داریم، هم به لحاظ زمانی هم به لحاظ مکانی. امام زمانمون رو داریم ولی نمیبینیمشون، در دستمون نیستم. تدبیر شما کار ما خیلی سخته بنا به فرمایشاتی که داشتیم. یه طرف قضیه رو هم نگاه میکنیم، ببینید خودشون هم فرمودن دیگه، مثلا همین ادعیه‌ای که به ما گفتن آقا بخونید در دوران غیبت آخر زمان، آره که ارتباطش خودش نشون دهنده اوج فاجعه است. دعای غریق بخونید مردم، اللهم عرفنی نفسک بخونید که آخرش زلالت و اندینی داره. نمیدونم دعای فرج بخونید که آقا همه چی به هم ریخته برسون. میری چی میگن؟ بله باورمون هم نمیشه که همه چی به هم ریخته. واقعا به هم ریخته. نمیدونیم چقدر سخته. یه مثال بزنم، فرصت داریم؟ آره یه فرصت کوتاه.
یه وقت من رفته بودم دندون پزشکی، خب. شاید گویا باشه. خلاصه میدونید که یا آمپولایی هم میزنن برای عصب کشی و اینه، یا آمپولایی هم میزنن و دوست ما هم بود اتفاقا زد و روی دندونم باز کرد و اومد بزنه توی عصب. خیلی دردم گرفت. گفت فلانی عصبو پیدا نکردم که این آمپولایی که زدم اثر نداشته. تحمل کن، درد داره تو خود دندونت یه دونه آمپول میزنم دیگه، اون وقت درد کوتاه هم هست ولی درد شدیده، تحمل کن. باز یه درد تو ذهن من 1 تا 10 بود. میدونستم مثلا دستم شکسته اینجوری یا دستم بخیه خورده مثلا اینه. این آمپولی که توی خود عصب زد بازه درد و تغییر داد. دیدم 15 هم داریم. به اینم میگن درد. من تا حالا نمیدونستم به این میگن درد. خیلی درد عجیبی داشت. ماها دردمون نیومده چون اصلا انسان کامل رو ندیدیم. اون کسی که عقل رو کامل میکند، تفاوت نمیدونیم اینم هست. به همچین خوشمزگی هم میشه زندگی خیلی کرد. نکته مهمیه. این بازه درد رو نمیدونم. فکر میکنم امام زمان بیاد خب ماشین ارزون میشه و خونه و دیگه 2-3 تا متغیر دیگه جیبم هم اینطوری میشه دیگه. نهایت چون نیازامو همینجوری دیدم. مثلا انسان کامل چیست و اثرش در جامعه چیست و هدایت نیست، خداپرستی کیفیت پیدا میکنه، لذت انسان ها، امنیت چجوری میشه تو جامعه. اینا گفتم بازه همون باز نشده. همینقدر فکر میکنم آره که امام زمان اگر بیاد، لذا شیرینی ها رو ببینید، حتی اصحاب امام زمان رو نگاه میکنید، باب حجت اصول کافی، پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه یه وقت از اصحاب امام زمان میگه که چه جوری ان، مثل کوه محکمن، هیچ چیزی اونجا رو متزلزل نمیکنه. انقدر تعریف میکنه از اصحاب خود پیغمبر. این نصه دارم براتون میگم تو روایت بلند میشن میگن پیغمبر کاش ما از اصحاب تو نبودیم و از اصحاب او بودیم. جلو روی پیغمبر میگن. آره به خاطر که تو این شرایط تونستن. خیلی شرایط سخت. یه توی تاریکی به یه نمیدونم چیز روی برگه تمسک خیلی مسئله است آدم با ایمان بمونه. اما الذین یؤمنون بالغیب ایمانشون خیلی ارزش داره. ایمان به غیب اصلا حساب کتابا متفاوت میشه. فرق میکنه. میدونی مثل موقعی که قضی الامر به قول قرآن، وقتی آدما میمیرن چشماشون باز میشه تو لحظات آخر، ایمان آوردن تو موقع ارزشی داره دیگه، میفهمه همه چیزه دیگه، قضی الامره. حتی توبه تو باب توبه دیگه داره اونجا هم بسته میشه وقتی دیگه چشم باز شد. حالا تو این فرصت کمی باقی مونده راجع به این بخش سوم می‌خوایم توضیح بدین که دیگه ورود به بحث کلیمون بذارین از هفته آینده که خب حالا توی این شرایط کسی مؤمنانه زندگی بکنه همون منتظرانه نیست. منتظرانه است، قطعا منطبق با هم دیگه است ایمان واقعی، مگر اینکه یه تخیل ذهنی از ایمان ساخته باشه و بت ذهنی ایمانی خودش رو بپرسته، و الا هیچ بین این زندگی مؤمنانه و منتظرانه تفاوتی نیست. ایمان واقعی است، کما اینکه تبعیت از حضرات اهل بیت علیهم السلام کامل تسلیم بودن نسبت به امر تو تمام امور میشه همون زندگی مؤمنانه که ما میگیم. انشاءالله. خیلی ممنونم. ما هفته آینده قرار چی از شما بشنویم؟ صفات انسانهای مؤمن، صفات انسانهای منتظر میخوایم یاد بگیریم اونجوری که او میخواد زندگی کنه. صفات انسانهای مؤمن و منتظر در اساس روایات اهل بیت. درسته؟ بله. خیلی هم عالی. دست شما درد نکنه. اجرتون با حضرت حجت. خیلی کیف کردم، لذت بردم. هم صحبتی متشکرم. عواملی ندارین؟ ارزی نیست. محبت دارید. خیلی ممنون.